خواهند هر جور موی خود را بگذارند، به من و تو چه ربطی دارد؟ مردم سلایق گوناگون دارند. شأن دولت این است، شأن مردم این است. آیا مشکل مردم من این است که فلان دختر فلان لباس دارد؟ حرف از قانون زدید. در ماده 95 قانون برنامه 4 توسعه آمده است دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فرهنگ‌گذاری و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا گذارد. حال این سوال پیش می‌آید: تخلف صریح از برنامه 4 عدم اعلام نرخ خط فقر و تعداد فقیر کشور در دولت نهم به چه علت است؟ با توجه به تناقض‌گویی‌هایی که من الان خدمتتون عرض می‌کنم، آقای منوچهر صادقی مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور در توضیح جغرافیایی گفتند بر اساس آمار سازمان ملل در سال 86 به کمتر از 650,000 نفر که کمتر از 1% از جمعیت ما میشن فقیران جامعه. محمد رضا واعظ مهدوی کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تا پایان برنامه 4 توسعه به زیر 7% کاهش پیدا می‌کنند. این تا حالا آقای عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام می‌کنند که 7,303,000 نفر در کشور زیر خط فقر هستند. این در سال 2000 در سال 87 اعلام نمی‌کنه و تاکید می‌کنه که کسی در زیر خط فقر اصلا نیست. علی مدیر کل دفتر فقرزدایی وزارت رفاه تعداد 700,000 نفر زیر خط فقرند و تعداد افراد زیر خط فقر مطلق 7.8 میلیون نفر است. غلام حسین الهام سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشکده نفت احوال تعداد افراد فقیر را 4 میلیون نفر اعلام می‌کنند. آقای علی عسکری معاون اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کردند که 20% از مردم ایران زیر خط فقرند. این آمار مربوط به 3 ماه اول سال 87 است که دولت تا چه میزان به توصیه‌های برنامه 4 عمل کرده و با تعیین خط فقر و حمایت‌های لازم حمایت‌های لازمه را در این زمینه به کار گرفته. حالا سوالات بازم هست. یک آقای حسن روحانی سوال ادعای عدالت محوری آن گوش همه را کر کرده است چگونه می شود که در سایت رضا نیوز که از حامیان آقای احمدی نژاد هستند توهین‌ها و تهمت‌های فراوانی را به شخصیت‌های برجسته و انقلابی همچون آیت الله رفسنجانی و نوه امام صورت می‌دهد. این را متذکر میشم که هیچ کس توی این مملکت نمیتونه فراموش کنه که چگونه این دولت این مملکت در زمان جنگ با نفت $10 اداره شد. مملکت با نفت $10